ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби чорум, гуфтори 117. تنزل و شکست دولت طاهریان و رسالت تاریخی آن. طاهر دو ابن عبدالله 844-862 که با لقب ابو طیب معروف بود، بعد مرگ پدرش عبدالله ابن طاهر سال 844 به مسند امارت خراسان نشسته سیاست دولتداری خاندان طاهریان را ادامه بخشید. با هدایت و دستگیری طاهر دو، برادری او محمد ابن طاهر سروری لشکری بغداد و در اعمال دارالسلام نایب خلیفه گردید. در دوره حکومتداری طاهر دو، آشوب و حرکت‌های خارجیان از نو اوج گرفته فضای سیاسی مملکت را ناآرام می‌ساخت. سبب اساسی اوج دوباره آشوب خارجیان آن بود که پس از مرگ عبدالله ابن طاهر، عاملان خراج از مردم مضافات بوستی سیستان پرداختن اندازی بیکار کرده حمزه خارجی را طلب نمودند، ولی پیشوای حرکت‌های مضافات بوست بیشر ابن سلیمان به غنداشتن انداز مقاومت نموده عاملان خراج را تعقیب کرد و مردم را به آشوب دعوت نمود. مردم مضافات بوست و ناحیه‌های اطراف بیشر ابن سلیمان را دستگیری نموده به قصر حاکم حمله آوردند. در اطراف بیشر ابن سلیمان عیاران سیستان و جوانمردان مضافات‌های اطراف گرد آمده تحت سروری یعقوب لیث به محاربه ضد طاهریان شروع کردند. بر اثر محاربه ها و هنگامه های داخلی بیشر ابن سلیمان نابود شد و با مدد یعقوب لیث تقریباً سال 848 قدرت سیستان به دست صالح ابن نصر گذشت. سخن را به درازا نکشیده همین را می افزاییم که بعد 2 سال مرگ عبدالله ابن طاهر تقریباً از سال 846 سر کرده در زادبوم اجدادی طاهریان ولایت سیستان آشوب و ناآرامی ها دوچند بالا گرفت که قدرت دولتداری را روز تا روز کاهانیده عاقبت به شکستن خاندان طاهریان آورده رساند. طاهر دو هرچند برای سرکوب ساختن آشوب سیستان کوشش زیادی به خرج داده باشد هم آرامی و امنیت خراسان را پرره تأمین کردن نتوانست. می توان گفت که صرف نظر از تلاش‌های پیگیرانه طاهر دو ابن عبدالله، شهرت و نفوذ دولت طاهریان رو به کاهش آورده خطر روزافزون عیاران سیستان به امنیت و متحدی و مرکزیت ناکی دولت طاهریان تهدید می کرد. طاهر دو ابن عبدالله بعد تلاش‌های بی نتیجه در مقابل عیاران سیستان از جانب خلیفه‌های عباسی دستگیری و پشتیبانی ندیده، عاقبت سپتامبر سال 862 از جهان رفت و خلیفه مستعین بالله خراسان محمد ابن طاهر ابن عبدالله را داد و عهدنامه فرستاد. همین طریق کشمکش و مبارزه های داخلی
در عهد دولتداری طاهری دو ابن عبدالله قدرت و نفوذ دولت تازه استقلال را کاهانیده، سیاست عمومی خراسان را به مراد دل خلیفه های عباسی گردان می کرد. عجابت تاریخ در آن است که خاندان طاهریان پایتخت خود را به نیشاپور انتقال داده، برای آرام ساختن اوضاع سیاسی تبرستان مضافات‌های شمال ایران و منطقه فارس سرگرم شدند و از احوال سیستان و آشوب‌های عیاران آن غافل ماندند. شاید آنها می‌پنداشتند که سیستان با جمله عیاران و آشوبگرانش وطن اجدادی و زادبوم نیاگان آنهاست و نیروهای مختلف در پیشبرد سیاست دولتداری آنها چندان مقاومت جدی نخواهند کرد. محض همین پنداری کوتاه‌اندیشانه و باوری به قدرت و اعتبار خیش در نهایت کار باعث زوال خاندان طاهریان و شکست نخستین دولتداری مستقل تاجیکان در عهد عباسیان گردید. محمد ابن طاهر سالهای 862 873. در دوره حکمرانی آخرین نماینده خاندان طاهریان محمد ابن طاهر عنصرهای پراکنده شوی دولتداری و بالا گرفتن اختلاف و مبارزه ها خیلی روشن ظاهر می گردد. موافق معلومات مورخان به خصوص زین الاخبار گردیزی، محمد ابن طاهر شخصی سست اراده و ضعیف مزاج بوده، از مشغول شدن به سیاست دولتداری و امور برد و باخت کشور دیده بیشتر به عیش و نوش و طرب و دلخوشی میل افزونتر داشت. در عهد دولتداری طاهریان عیاران سیستان و مردم ناراضی از سیاست دولتداری زیر سروری پیشوایان خارجیان حمزه، ابو اسحاق و با اوف خارجی در سیستان گرد آمده به مقابل عباسیان مبارزه و آشوب‌ها را پیگیری می کردند. می توان گفت که آشوب‌های عیاران سیستان سر اول ماهیت اجتماعی و آزاداندیشی داشته، دیرتر چون نهضت سیاسی و مبارزه‌های قدرتخواهی و حرکت‌های انقلابی به مقابل اصطلاحگران عرب و حاکمان و مأموران محلی که بیشتر در اندیشه افزودن ثروت و نفوذ خیش بودند نگرانیده شد. مسلک آنها از آیین جوانمردی و مبارزه‌های وطنخواهانه ابو مسلم خراسانی سرچشمه می گرفت که دیرتر تلاش‌های استقلال خواهی و تأسیس دادن دولت مستقل ملی هدف نهایی و والاترین آشوبگران سیستانی گردید. قله عالی مبارزه عیاران در سیستان با سروری یعقوب لیث و برادران و پیروان او صورت گرفت که این جنبش و آشوب استقلال خواهی نه تنها خاندان طاهریان را برکنار ساخت، بلکه پایه خلافت عباسیان را نیز به لرزه افکند. از این خاطر در عهد امارت محمد ابن طاهر آشوب عیاران سیستان با سروری یعقوب لیث اوج افزونتر گرفته به آشوبگران مردم تبرستان، گرگان و کرمان همراه می شدند. عیاران و جوانمردان سیستان با سروری یعقوب لیث
از جنبش و افکاری پیشوای روحانیشان ابو مسلم خراسانی الهام گرفته در آن روزگار با شجاعت و دلیری، زیرکی و جسارت و جانبازی و فداکاری هایشان اعتبار و نفوذی تمام پیدا می کردند. یعقوب لیث چون حامی واقعی و پیشوای ملی در اطراف خود عیاران و جوانمردان خراسانی را گرد آورده و مقابل محمد ابن طاهر لشکر کشید و سالهای 862-867 با حرکتی تمام چندین مضافات‌های سیستان و خراسان از جمله بوست، پوشنگ، هرات، کابل و کرمان را ضبط نموده هم امیران طاهریان و هم خلیفه های عباسی را به دهشت افکند. به قول تاریخ سیستان چون خبری ضبطکاری های یعقوب لیث به دربار محمد ابن طاهر رسید، قاصدی را جانبی او فرستاده آگاه نمود که حد انصاف و عدالت را رعایت کند. و چون خبری توجه یعقوب نزد محمد ابن طاهر محقق گشت، الچی پیش او فرستاده پیغام داد که به فرمان امیر به کجا می آیی؟ اگر منشوری داری بنمای تا امتثال نمایم. یعقوب مضمون رساله معلوم کرده شمشیر از زیر مصلا بیرون آورد و به الچی گفت که منشور من این است: چون رسول بازگشته به نیشاپور رسید، خواص محمد طاهر و اعضایان آن ولایت قاصدان پیش یعقوب فرستاده اظهاری انقیاد کردند. محمد ابن طاهر از تندروی های یعقوب لیث هراسیده سال 867 به مقابل او سپهسالار جنگ آزموده‌اش ابراهیم ابن الیاس ابن اسد را به سمت هرات فرستاد. در نتیجه جنگی شدید که خودی همان سال در مضافات پوشنگ زادبوم طاهریان صورت گرفت، ابراهیم سپهسالار شکست خورده رو به فرار آورد. محمد ابن طاهر که قسمت سیستان را از دست داده بود، ناچار به سوی یعقوب لیث قاصد و منشور امارت فرستاده بر عوض عهدنامه صلح به اختیار او دادن مضافات‌های کرمان، فارس، سیستان و کابل را وعده نمود. سال 869 یعقوب لیث چون دست نشانی طاهریان چندین دسته های آشوبگر خارجیان و علویان را سرکوب نموده مضافات های کرمان و فارس را دوباره ضبط نمود. سال 872 در سبزوار با سروری عبدالرحمن خارجی آشوب برخاست که آنها چندین مضافات های خراسان را ضبط نموده احوال محمد ابن طاهر را به تنگ آوردند. یعقوب لیث زیر پرچم طاهریان به مقابل عبدالرحمن خارجی برخاسته او را شکست داد و در مضافات سبزوار نماینده خود را نشاند. همین طریق یعقوب لیث که ولایت سیستان و قسمت شرقی خراسان را عملاً به دست آورده بود، سال 873 به مرکز دولت طاهریان شهر نیشاپور لشکر کشیده آن را به آسانی ضبط نمود. یعقوب لیث بعد تسخیر نیشاپور آخرین نماینده خاندان طاهریان محمد ابن طاهر را سال 873 به حبس گرفت و همراه مقربان و نزدیکانش به زندان افکند. با همین تقدیر خاندان طاهریان که استقلالیت ملی خراسان را اعلان داشته بودند، بعد 50 سال دولتداری از جانب نماینده خاندان صفاریان یعقوب لیث عملاً خاتمه یافته
از صحنه سیاست برکنار گشتند. بعضی نماینده های فرار نموده خاندان طاهریان به مرکز خلافت شهر بغداد رو آورده در پناه خلیفه های عباسی عمر به سر می بردند. موافق معلومات تاریخ طبری، بعد شکست محمد ابن طاهر نفوذ خاندان طاهریان کاهیده، خلیفه های عباسی از پی سازش بستن با خاندان صفاریان شدند و دیرتر منشور امارت خراسان را با خلعت مناسب و لوای دولت به حضور یعقوب لیث روانه نمودند تا که از خطر این جوانمرد سلحشور و عیار پیشه ایمن مانند. همین طریق بعد نیم عصر دولتداری طاهریان در قلمرو خراسان نظام دولت و دولتداری تازه‌ای با نام صفاریان پدید آمد که داو و دستگاه آن را عملاً نمایندگان طبقه های مردمی کاسبان و هنرمندان و جوانمردان و عیاران سلحشوری سیستانی اداره می کردند. طاهریان توانستند که در طول بیش از 50 سال به جای خانواده های برکنار شده برمکیان و سهلیان به صحنه سیاست و دولتداری آمده رسالت استقلال جویی را برابر دیگر مقام و عملهای گوناگونی بر دوش داشتهشان پیش برند. آنها در عهد طاهر ابن حسین و عبدالله ابن طاهر واقعاً به یک نیروی چشمرس و فراگیر تبدیل یافته قریب در سراسر قلمرو خلافت عباسیان مرتبه و مسند مناسب به دست آوردند. چنانه در بالا گفتیم در قطار طاهر ابن حسین آوازدار منصور ابن طلحه طاهر حاکم ولایت مرو و خوارزم، عبدالله ابن طاهر حاکم بغداد، الجزیره، مصر و شام، سلیمان ابن عبدالله طاهر حاکم ولایت طبرستان بوده. آنها پشتیبانی سیاست عباسیان و حفظ منفعت‌های ملی و دینی را هدف اولین درجه خود می شمردند. صرف نظر از همه این، قریب همه نمایندگان خاندان طاهریان نفران تحصیل دیده، معرفت دوست و صاحب فرهنگ بوده. در برابر زبان و فرهنگ ملی خود، زبان عربی و ارزش‌های دین اسلام را خوب می دانستند و احترام می نمودند. مثلا طاهر ابن حسین نه تنها سیاستمدار زیرک و لشکرکش جسور، بلکه یکی از بهترین دانندگان زبان عربی بوده. با این زبان شعر می نوشت. دلیل این گفته های ما، نامه طاهر ابن حسین به پسرش عبدالله شده می تواند که در عالم اسلام در طول 100 ساله ها چون نمونه عالی ذکاوت فطری، فراست والا و عقل باریک بین و فراگیر اعتراف شده بود. در عین حال عبدالله ابن طاهر نیز ذوق بلند شعرگویی و رسالتی خردگستری داشته، حامی واقعی اهل علم و ادب بود که به روایتی معروف خلیفه مأمون صاحب معرفت و زیرک در حق او گفته است: او را هیچ عیبی نیست جز آن که به شعر و اهل آن رابطه فزون دارد. گذشته از این، طلحه ابن طاهر در صحو و نحو عربی دستی رسا داشته در این بخش چندین رساله ها ایجاد کرده بود. همچنین منصور ابن طلحه در رشته فلسفه چندین اثرها آفریده بود که این از فضیلت و قدرت فطری نمایندگان خاندان طاهریان
در تشکل و گسترش فرهنگ اسلام و پشتیبانی اهل علم و شعر و ادب بشارت می دهد. در عین حال می توان گفت که خاندان طاهریان در برابر پشتیبانی دین اسلام و زبان عربی برای دستگیری هویت ملی و زبانهای محلی نیز کوشش زیادی به خرج می دادند. در عهد طاهریان خراسان و پایتخت آن شهرهای نیشاپور و مرو به یک مرکز بزرگ فرهنگی و از لحاظ اقتصاد و تجارت پیشرفته تبدیل یافتند. در قسمت شرقی ایران بخصوص منطقه بلخ و هرات لهجه شفاهی دری نفوذ پیدا کرد که گویش‌های آن هنوز از دوره کوشانیان و هیتاریان در قلمرو باختر ادامه داشت. محض در زمان دولتداری طاهریان زبان دری با استفاده از رسم الخط نوی عربی مقامی شایسته پیدا کرده به جهان علم و ادب راه می کشد. در این دوره یک زمره شاعران از قبیل ابوالینبغی، محمود وراق، حنظله بادغیسی، عباس مروزی، ابو حفص سغدی، محمد ابن وصیف، بسام گرد از جمله اولین گویندگان شعر دری تاجیکی اعتراف شده‌اند. زبان دری محض با هدایت و پشتیبانی طاهریان و صفاریان و سامانیان در مناطق خراسان و ماوراءالنهر به خصوص در میان رود جیحون و سیحون رواج یافته فضای لهجه‌های قدیمه و دیگر زبانهای ایرانی از قبیل پهلوی، تخاری، پارسی، سغدی و خوارزمی را تنگ نمود و تدریجاً جای آنها را گرفت و در این راستا زبان دری چون زبان رسمی اهل اسلام و مسلمانان قسمت شرقی خلافت فضای خود را گسترش بخشیده از مهد سابقه خود قلمرو باختر بیرون رفت و تمام منطقه ایران زمین را فرا گرفت. می توان گفت که رسالت بزرگ زبان دری و قدرت روزافزون آن بود که در طی 100 سال چون زبان دین و دولت قلمرو شرقی عباسیان در پایه زبان عربی گسترش و نفوذ یافته به زبان مادری آریا تباران مسلمان تبدیل یافت. همین طریق بعد نیم عصر دولتداری طاهریان در قلمرو خراسان نظام دولت و دولتداری تازه با نام صفاریان پدید آمد که داو و دستگاه آن را عملاً نمایندگان طبقه های مردمی کاسبان و هنرمندان و جوان مردانی سلحشور اداره می کردند. شنوندگان گرامی، شما گفتار 117 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامانیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.